مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون اوف به مناسبت 30 سالگی استقلال این جمهوری را قبول کرد. بنا به اطلاع دریافتی پرزیدنت امامعلی رحمان الکی در دوام همین روز قانون اوف را امضا میکند تا که آن هرچه زودتر به اجرا درآید و نخستین گروه های محبوسان اوف شده الکی تا 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان توانند به آزادی برآیند. دلشاد طلبکزاده معاون دادستانی کل تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون در پارلمان گفت که اوف امساله شخصانی را که برای تروریسم، کشتار، تجاوز به ناموس، جنایت‌های ضد ساختار کنستیتوسیونی کشور و دیگر جنایت‌های سنگین محکوم شدند فرا نمیگیرد. طلبکزاده گفت بر اساس قانون اوف زنان محبوس، نابالغان، محبوسان سنشان از 55 بالا، معیوبان سه گروه اول، محبوسان بیمار دوره‌های چهارم سرطان و سیل، بیماران دل مرحله سیوم و چهارم، سابقه داران جنگ‌ها و معیوبان چرنوبل، محبوسان خارجی و همچنین آنهایی که جایزه‌های دولتی دارند آزاد کرده می‌شوند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان قبلا گفت لایحه قانون اوف طبق معلومات پیشکی نسبت به 16,000 نفر تطبیق می‌گردد و از این مقدار 10,700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می‌گردند. از جمله 800 نفر گمانبر شوندگان و عیبدار شوندگان، 350 نفر سود شوندگان، قریب 3000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه های اصلاحی، 1900 نفر محکوم شدگان از کلانی های اصلاحی سکونت و 4650 نفر محکوم شدگان از ناظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می شوند. مهلت جزای 5300 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود. قبلا منابع غیر رسمی می گفتند که قانون اوف نوبتی 25,000 و حتی 30,000 نفر را فرا خواهد گرفت. سامانه بامداد اولین شده هنوز ماه مای درباره تهیه قانون اوف به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان خبر داده بود. قانون اوف از جانب مقامات تطبیق کننده آن باید در مدت 2 ماه اجرا کرده شود. لایحه قانون شخصان زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پره آزاد میکند. شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر کردند نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است. جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است. جزا را در کلانی‌های اصلاحی سکونتی ادا میکنند. شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند. به جزای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند بوده محکوم شدند. برای جنایت‌های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانیده شده را پره برقرار کردند. اوف نسبت به شخصانی که جنایت‌های مخصوصاً وزمین را با حالت‌های وزنین کننده صادر نمودند، اینچنین آنهایی که قبلا در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف از 25 اکتبر سال 2019 از جوابگری جنایتی یا ادای باقی مانده جزا آزاد شده بودند و باز جنایت قصدانه صادر کردند تطبیق نمی‌گردد. قانون بعد از قبول آن از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مطبوعات نشر می‌گردد.